با سلام به بینندگان عزیز و خوش آمدید به نشر اول برنامه خبری رادیو ازودی در سال 2021. شادی گلخوجی هستم در خدمت شما عزیزان. امروز 4 ینور این موضوع ها را داریم. ماشین بازارهای توجیکستان را به جای مرسدس و BMW، اوپل و دیگر خودروهای کم خرج اشغال کردند. یکی سالهای گذشته این سال نگاه کنید سست‌تر کنم. حتی سندهای طبی یوری نداد. چندین شهروندی آسیای مرکزی را از فرودگاه مسکو بازپس فرستادند. و سپس درباره الفبای برایل صحبت خواهیم کرد که راه را برای همایشی نابینایان با جامعه هموار ساخته است. همین سیستم باعث کرده که بسیاری نابینا در بسیار جاها فعال باشند. اما شروع میکنم از یک مطلب دیگر. بعد یک روزی اون که در پاکستان 11 نماینده قوم هزاره را کشتند، گروه تروریستی دولت اسلامی مسئولیت آن را پذیرفت. این قتل با واکنش‌های تند نمایندگان قوم هزاره روبرو شد و سروزیر پاکستان نیز آن را محکوم کرد. میرزا نبی خالقزاد تفصیلات دارد. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت قتل 11 شیعه مذهب را در پاکستان بر عهده گرفت. مقامات رسمی گفتند که شخصان مسلح در ولایت بلوچستان پاکستان 11 کانکن شیعه مذهب را ربوده سپس کشتند. حادثه در نزدیکی کان انگشت ماج در 48 کیلومتری شهر کویتا مرکز ماموری ولایت بلوچستان رخ داده است. نمایندگان قوم هزاره که پیروان اهل تشیع هستند روز یکشنبه به نشان اعتراض راهها را در کویتا بستند و بالونها را آتش زدند. عمران خان نخست وزیر پاکستان در پیام در توییتر قتل 11 کانکن را عمل بزدلانه تروریستی نامید. محمد علی جتایی یکی از فرماندهان نیروهای نیمه نظامی در منطقه میگوید حمله‌وران شیعه مذهبان را از بین دیگر کارگران جدا کرده به یکی از کوههای اطراف برده و تیرباران کردند. اقلیت‌های شیعه مذهبی هزاره هم در افغانستان و پاکستان در گذشته هدف گروه‌های افراطی سنی مذهب از جمله داعش قرار گرفتند. ولایت بلوچستان پاکستان که با ایران و افغانستان هم مرز است از سال 2004 تا کنون شاهد حمله و بمبگذاری‌های مناقشه‌های مذهبی شدند و از آن زمان تا کنون هزاران نفر هم جان دادند. برمیگردیم به توجیکستان. بحران مالی، کمبود پول نقد، بسته بودن مرزها و محروم ماندن ساکنان توجیکستان از کارهای سیردرآمد در خارج کشور بازار یک زمان گرم و سیر آدم ماشین در خوجند را سرد کرده است. وارد کنندگان نقلیات سبکرو از اروپا میگویند امسال از کشور بیرون رفتن نتوانستند و اضافه به این مزاجان ماشین‌های گران ارزش نیز کاهش یافت. فرزان محمدی در ماشین بازاری شهر خوجند بود. فروشندگان خودروها در بازار خوجند میگویند سالهای قبلی خریداران بیشتر به ماشین‌های از خارج نووارد شده توجه می‌کردند، ولی حالا برعکس طلب به ماشین‌های ارزان زیاد شده است. تاجران تا زمان پاندمی کرونا برای یک آپل آلمانی سالی برآوردش 1994 از 3 تا 4000 دلار آمریکایی و گاهی از آن هم زیاد می‌خواستند، ولی حالا میگویند با این نرخ فروختن نمی‌توانند. یکی سالهای گذشته امسال نگاه کنید سست‌تر کنم. سال سست. böyle bakın frukt olsa misal dedi esasen pul bemin muhtaç şude isade ماشیناشون فروختن یا طرفای رسیه و اون نکساس کو اما این بازار به چسب دیگه می اما یازی بینه که پیرکوب چیک سال دیگه دیفته میفروشد دیگه کار نیست که کاری درست. صاحبکاران این بازار میگویند نسبت به نقلیات تمغه مرسدس و جیپ طلبگاران ماشین‌های خرد کم خرج مانند آپل زیادتر شده است. احرار یارمتوف 15 سال است که اکثرا ماشین‌های گران ارزشی تمغه مرسدس بنز، BMW و نمودهای گوناگون جیپ را می‌فروشد. او تا زمان پیدایش ویروس کرونا خود به کشورهای اروپا می‌رفت، ولی امسال تنها طبق درخواست کمی مزاجان این نمود نقلیات را به بازار وارد می‌کند. Meni koronavirus sudan bat men to site maksimum çilte dravada gide men arkada ayso ki savdo ne vaqti koronavirus ne bu savdo bisor naz bu bisor haftash me dutte sete ham profte ge hayde men hozir mahashbe yaxte bazı vaqt biraz bazı vaqt solashbe vaqtda me istat hama kayde ku ayso ki koronavirus gande tasir kalmadı. چند ماه است که 4 ماشین احرار یارمتوف در ایستگاه ماشین فروشی انتظاری خریداران است. او هر هفته برای نگهداری این نقلیات حدود 100 سامانه صرف می کند.
خیلی اضافه هم بعضیش خیلی اضافه 3-4 ماه هم ایستادی باشه بعضیش خیلی نمیبرود بوده کارش کردم تو گرام میبرود بازیگه وقتم چانسه خوب خیلی حالت داشت لازم اصلا بارت ماشین با ماشین همین خیلی بارتش داشت هیچ پولی نقدی هم آسان‌تر سودا ناز بود. بنا به اطلاع خبرگزاری‌های رسمی تاجیکستان در 9 ماه سال 2020 واردات ماشین به تاجیکستان 10% کم شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. بینندگان عزیز، در ادامه برنامه درباره بازپس فرستاده شدن زادگان آسیای مرکزی از فرودگاه‌های مسکو به وطن، استفاده خط بریل از سوی نابینایان تاجیک و تأخیر در پروازی ҳавопаймо از دوشنبه به ترکیه بنابر نامساعدی هوا برایتان خواهیم گفت، اما پیش از آن یک آگهی. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در آخر سال گذشته یکی از ساکنان آسیای مرکزی از فرودگاه مسکو به وطن بازپس فرستاده شدند. هرچند به گفته آنها همه اسناد ضروری برای سفر را در دست داشتند، ولی مرزبانان روس برایشان اجازت عبور از سرحد را ندادند. مسافران در نیمه راه مانده ناچار سال نو را در وطن پیشواز گرفتند. گزارش همکاران ما در این باره را عبدالله اشرف تقدیم میکند. مادر عروس آیبک محکموف در منطقه ترانزیتی فرودگاه درماند. او برای انجام یک عملیات جراحی به روسیه پرواز کرده بود. پول جراحی را پرداخته است و با دعوتنامه دکتر جراح سفر می کند. اما در مسکو او را پیش آمدی ناخوشایند منتظر بود. آیبک می گوید مادر عروسش بار اول روسیه می آید و امکان ندارد که ورود او به مرز روسیه منع شده باشد. او برای طبابت آمد، باید به هواپیمای دیگر سوار شده به یکاترینبورگ می رفت. اول به مسکو آمد. پول طبابت در یکاترینبورگ پرداخت شده است. دکتر در شکل الکترونی همه حجت ها را فرستاد. چاری قولیف وکیل مدافع از صبح به در همه اداره های فرودگاه سر زد، اما پاسخی قانع بخش گرفتن نتوانست. نمیتوانم آنجا درآیم و فهمم که اصلی مسئله چیست. در کدام اساس او را به کشور وارد شدن نمیمانند، در حالی که بنابر قرار حکومت برای طبابت و یا به عیادت نزدیکان آمدن شهروند خارجی به روسیه حق ورود دارند. شهروندان ازبکستان مجبورند از فروشگاه‌های فرودگاه خوراک خرند. برای بسیاری ها این گران است. در آن مدتی که هواپیما تأخیر کرد و مسافران تنها یک بار خوراک دادند و آن هم بعد از آنکه که مردم اعتراض کردند. درباره شرایط عادی زیست حاجتی گپ نیست. در میان مسافران اینجا درمانده زنان با طفلان خردسال نیز هستند. ما به دفتر مطبوعات فرودگاه مراجعت کردیم و پرسیدیم که از این وضعیتی به عمل آمده خبر دارند و آیا به شهروندان ازبکستان یگان یاری رسانیده می شود؟ آنها در این باره چیزی نمیدانند و ما را به دیگر اداره ها روان کردند. حامی حقوق بهرام همرایف بر این نظر است که نگاه داشتن شهروندان ازبکستان با سیاست آلوده است و همین گونه کرملین به تاشکند پیام می‌فرستد. حقوقشناس سبب دیگری را در میان نمی بیند. حجت‌های مسافران همگی درست هستند. آنها را به سببی روشن اینجا نگاه می‌دارند. احتمال این یک نوع جزا نسبت ازبکستان است، اما آشکارا در این باره نمیگویند. اما همه این در آستانه سال نو است و آدمان برای سفر بسیار پول خرج کردند. ازبکستانی ها برای وارد شدن به روسیه موفق نشدند. در روز 4 انتظاری آنها را باز پس فرستادند. تا آخر به آنها کسی نگفت که کدام قانون را نقض کردند. حامیان حقوق میگویند مسافران نیت دارند به دادگاه مراجعت کرده و جبرانی معنوی طلب کنند.
برنامه را ادامه می‌دهم. جمعیت نوبینایان تاجیکستان در روز جهانی خط براйл از لویی براйл پداگوگ فرانسوی یاد کردند که الفبای اختراع کردهش هزارها افراد محروم از قوه بصیره را سوادناک نموده است. الفبای براйл که با نام اساسگذار آن گذاشته شده است 3 قرن به این طرف وسیله اساسی سوادآموزی نوبینایان میباشد. سروناز روح‌الله و افسانه اکابر شو از افراد نوبینا درباره ضرورت این خط و دسترسی آنها به کتاب‌ها با خط براйл پرسیدند. عاقلجان نوبینا تولد شده از سن 7 سالگی در مکتب اینترنتی نوبینایان در حصار نوشتن و خواندن خط برایل را یاد گرفته است. خطی که او را با سواد و در زندگی موفق کرد. دوم کودکان را از بیماری سیل احتیاط کنید. شخصانی که معمولا نوبینایان حرفهای برجسته الفبای برایل را همین طور با لمس انگشتان خود مطالعه میکنند. عاقلجان میگوید کاری که لویی برایل اساسگذار این خط انجام داده است برای باسواد کردن نوبینایان بسیار نقش بارز دارد. اگر چنین نمیبود شخص نوبینا حتما احتیاج پیدا میکرد که به نفری که اطلاعات برای او قرائت کند و خوشبختانه همین چیز همین سیستم باعث گردید که بسیاری نوبینا در بسیار جاها فعال باشند. خط برایل به نام اساسگذارش دانشمند فرانسوی لویی برایل گذاشته شده است. او 2 عصر پیش 4 ینوری سال 1809 تولد شده است. آنهایی که از قوه بصیره محروم هستند این خط را یک راهنمای بی‌منت برای کار و زندگیشان می‌دانند. وقتی که میره که ندانستی وقت خواندن نتونستی کتاب که درس نکردی یا لکه فرهنگ از منطق و معنای سخن مردم دور میمونی. در تاجیکستان 15,000 نوبینا زندگی دارند که 10,000 آنها عضو جمعیت نوبینایان هستند. مشکل جوانان و مکتب بچه‌های نوبینا کمبود ادبیات بدیعی و تعلیمی است. در زمان اتحاد شوروی در نزد جمعیت نوبینایان تاجیکستان مطبعه فعالیت میکرد که از داتاسیای دولتی و خودی جمعیت مبلغ گذاری کرده میشد و این مطبعه برای نوبینا کتاب‌های بدیعی چاپ میکرد. متاسفانه آخران کتاب بدیعی که در این مطبعه چاپ شد سال 1991 این اثری زنان سبزبهار شاعره گلرخسار است. حالا در کتابخانه ملی تاجیکستان شعبه ویژه عمل میکند که به معلولان از جمله نوبینایان خدمت میرساند. و ما از سرپرست ها یاردم میکنند از جمعیت نوبینایان شهر دوشنبه چند نسخه کتاب هایی که چخیلی که در دست من است و متماتیک و زبان تاجیکی، کتابی زبانی تاجیکی، کتابی تاریخ البته به زبان تاجیکی چاپ میکنند و ما تقدیم میکنند. سالهای اخیر تهیه ثبت اودیویی کتاب‌های بدیعی و تعلیمی مشاهده می‌شود و جمعیت نوبینایان تاجیکستان تهیه کتاب‌های گویا را راه اندازی کرده بودند. چند سال پیش هم جمعیت نوبینایان شهر دوشنبه خبر داد که 300 نوار و دیسک را با آثار شاعران کلاسیک و معاصر تاجیک ثبت کرده است. اما هنوز نبود کتاب‌های با خط برایل مشکل این قشر جامعه باقی مانده است. صبح امروز هوای نامساعد تاجیکستان پروازی ҳавопаймои ترکیش ایرلاینز رو به تأخیر گذاشت. طبق رجای تعیین شده باید ساعت 6 صبح هواپیمای شرکت ترکی از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به استانبول پرواز میکرد، ولی فرآمدن تومن و یا میغ قفز در دوشنبه و اطراف آن پرواز رو ناممکن کرد. همین لحظه ها که گفته می شود وضع هوا بهتر شده است، قرار است هواپیما پروازش رو به پایتخت ترکیه انجام بدهد. ضمناً در این اواخر باری چندم است که فرآمدن تومن برای رفت آمدی هوایی در تاجیکستان مانع می شود. بینندگان عزیز، برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر به یکایک شما برای همراه بودن. تا صحبت بعدی میتوانید چون همیشه زیر نشانی www.azodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و همه روزه نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال مستقیم ما در یوتیوب گذاشته می شود. فردا من شما را با خبرهای تازه منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.